سلام بینندگان عزیز، تحولات آخر تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی منظور شما میکنیم. عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. امروز سه‌شنبه 27 ایول. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. وزیر کارهای خارجی میگوید تاجیکستان با گروه طالبان هیچ ارتباط ندارد و مشغول تحکیم مرز با افغانستان است. طالبان تاجیکستانی که در مرز تاجیکستان و افغانستان مستقر شده‌اند در سر چی نقشه میپرورند؟ میگه شلو میگه من اومدن میگه رستوران کانتر کار دارم کار که بتونم برم به خونه. شرکت تاجیک ایر امیدوار است با کارشریک لیتوانیش زبان یافته مشکل قرض 20 میلیون دلاری را حل کند. گذشت کننده خیلی اون سوژه اومدن ممکن است. تاجیکستان میگوید آماده است پناهندگان را از افغانستان بپذیرد، اما از آن خوف دارد که احتمال در میان پناهجویان گماشته‌های گروه‌های تروریستی نیز وارد خاک کشور شوند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان امروز در نشست خبری در شهر دوشنبه این نکته را ذکر کرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان روز 27 ایول در نشست خبریش گفت پس از اشغال شدن منطقه های مرزی افغانستان از سوی طالبان، دوشنبه از وضع سرحد خیلی نگران است. این در حالی است که طالبان گفته است برای همسایه های افغانستان ناامنی ایجاد نخواهد کرد. اما تاجیکستان یک جا با هم پیمانهایش به تحکیم مرز مشغول است. یک دلیل سراج الدین مهرالدین برای نگرانی از وضع مرز آن بود است که به گفته او دوام زیاد از 40 سال جنگ در افغانستان هیچگاه خط سرحد تاجیکستان در دست دیگر گروهان نبوده است. سراج الدین مهرالدین همچنین گفت تاجیکستان تا این دم در سطح سیاسی با گروه طالبان یگان ملاقات و همکاری نداشت و از موقع رسمی کابل حمایت می‌کند. دادگاه عالی تاجیکستان طالبان را همچون گروه تروریستی اعتراف کرده است. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 5 ایول در جلسه شورای امنیت تاجیکستان سفارش داد که 20,000 افسر احتیاطی به مرز این کشور با افغانستان فرستاده شوند. همچنین صبح 22 ایول در سراسر تاجیکستان سنجش آمادگی جنگی ارتش برگزار شد. تاجیکستان و افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند که بیش از 900 کیلومتر آن زیر نظارت طالبان قرار دارند. در گذشته امریکا، اتحاد اروپا، روسیه و سازمان‌های بین‌المللی به تاجیکستان در تحکیم مرز یاری زیاد رسانیدند و نیز گفتند این کمک‌ها را ادامه خواهند داد. گروه طالبان در افغانستان که حالا از 3 حصه مرزی افغانستان و تاجیکستان را زیر نظارت گرفتند میگویند نسبت همسایه ها یگان نقشه بده ندارند، اما یک تحقیقات رادیو آزادی معین کرد که طالبان در حساس ترین نقاط مرز بین دو کشور گروه انصارالله را مسئول مرزبانی گذاشتند که اعضا و طرفدارانش در تاجیکستان با اتهام تروریسم تحت پیگرد هستند و گفتند که هدف نهاییشان تاجیکستان است. همکارم مومین احمدی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا با ما در استودیو قرار دارد. مومین، چی دلیل در دست است که در صف طالبان در مرز افغانستان با تاجیکستان جنگیان تاجیک قرار دارند؟ بله عبدالله، دلیل های زیادی به دست ما رسید که ثابت میکنند که تاجیکان حداقل نظارت 5 ناحیه یا ولسوالی را در بدخشان افغانستان که در مرز تاجیکستان قرار دارند نظارت میکنند. یکی از شاهدان سقوط منطقه های مرزی افغانستان بر رادیو آزادی گفت پرچم طالبان را در پاسگاه مرزی یک زاده تاجیکستان با نام مهدی ارسلان استوار کرد. در نوار و عکس های دسترس شده 10 نفر دیده می شوند که به لهجه خاصی تاجیکی صحبت می کنند. در افغانستان آنها را طالبان تاجیک نام می برند، ولی در اصل آنها اعضای گروه ممنوع انصارالله هستند که فعالیتشان در تاجیکستان منع است. مهدی ارسلان، نفری که پرچم طالب ها را در مرز استوار کرد، اکنون با امر آنها اداره 5 ولسوالی مرزی افغانستان کوفاب، شیکی، نوسی، ماهیمی و خواهان را به عهده دارد. این منطقه را از دروازه تاجیکستان تنها رودی آمو جدا می کند. چند منبع جدا از هم بر رادیو آزادی گفتند مهدی ارسلان در اصل محمد شریپوف ساکن دهه شیربگیان جماعت سفید چشمه ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان است. نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفت از قبل این معلومات رسیده بود که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریپوف در آن سوی مرزند. این منبع همچنین
مسئولی مرز تاجیکستان با افغانستان تعیین شدن مهدی ارسلان را تصدیق نمود و گفت شخصیت نزدیک به 200 شهروند تاجیکستان را در دسته‌های طالبان شناسایی کردند. خب مومن، مقامات افغان از حضور آنها آگاهی دارند؟ آنها چی میگویند؟ بله عبدالله، اسم این جنگیان ماه نوامبر سال 2020 با قتل بیرحمانه 24 سرباز و افسر حکومت افغانستان در ناحیه مایمای رسانه‌ای شده بود. صحنه این کشتار در شبکه‌های اجتماعی پهن گشت. در آن مسلحان دیده می‌شدند که به لهجه خاصی تاجیکان تاجیکستان صحبت می‌کردند. چندی از آنها تهدید هم کردند که روزی به تاجیکستان هم خواهند آمد. گنرال قادر صفار رئیس ناحیه درواز بدخشان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اینها گروهی انصارالله هستند که حالا با طالبانند. به گفته او چند نفرشان کشته شد که شخصیتشان معلوم شده بود. قادر صفار گفت شاهد سربازگیری طالبان تاجیکی از خاک تاجیکستان نیز شدند. طالبان میگویند در صف آنها خارجیان قرار ندارند و حضور تاجیکان را رد میکنند. تشکر مومن. خاطر نشان میکنم که بر پایه معلومات رسمی نهادهای انتظامی تاجیکستان و افغانستان گروه انصارالله از جانب امرالدین تبعرف، یک فرمانده پیشین اتحاد مخالفین تاجیک، پس از جنگ شهروندی سال 1992-1997 تأسیس یافت. محمد شریفوف نماینده نسل دوم دانسته می شود که حالا یک چهره شناخته طالبان در شمال افغانستان بوده است. در ادامه این موضوع همکاران ما به منطقه شرق تاجیکستان ناحیه نورآباد سفر کردند و موفق شدند با مادر محمد شریفوف ملقب با نام مهدی ارسلان صحبت کنند. مادر میگوید پسرش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود و بعدا از آنجا ناپدید گشته در افغانستان پیدا شد. گزارشی نگاره فضل‌الدین و مولا رجب یوسفی. این مادر محمد شریفوف جوانی 25 ساله تاجیک است که در صف طالبان می جنگد. این گروه تندرو اخیراً پسر او را در چند ناحیه هممرز با تاجیکستان امیر یا سردار تعیین کرده است. 5 سال دگم نزد. بعد این ماهی سپتامبر بود یا چی بود 2020 بعد یک زنگ زدن بود. گفت گفت که من همینجا دارم سازین تنجیم مثال من تراگونو پرسیده آمدم به خیر خشنکم بخشش مدت توزیر گفت زده استیم با ما میگیمش که بیو نمیگه که نمیام میگه که میام میگه ان شاء الله میام میگه من اومدن میگه چه استودنتم کم تا کار دارم کار مکی بود میرم بخونه محمد شریفوف اینجا در دهه شهربگیان ناحیه نورآباد تولد شده است. پدر و برادر محمد سال 2011 در جریان عملیات ضد گروه ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف، یکی از رهبران سابق مخالفین، در وادی رشت کشته شدند. محمد شریفوف و خواهرانش تا آن وقت مکتب نمی‌خواندند و بعد کشته شدن پدر آنها را به مکتب بردند. نه دیرکتور مکتب های کلمتون نیست. می اومد مقصد بسیاری همین فرزنده را که با مکتب حاضر شوند و دیگه نمیتونستند. گوش نمیکردن. محمد سال 2015 بعد ختم مکتب به روسیه می رود. نیم سال با مادرش تماس داشته است و بعد از آن غیب می زند. 6 ماه هم بچه زنگ زد گفت که اوچه من در دریوی کار یافتم قطعی از نام یازنش قطعیش به دول همون سنده یازنش اوچه من کار یافتم همین چی در روسیه دوا چی میکنم همین در جنگلای تلفنو نمیگیرن مثلا اونجا سوید نیست وقتی زنگ نزدم مثلا تشویش نشوین وقتی که بعد 8 ماه می بچه‌ها را در روسیه قپیدن و همین آدمای حکومت مقامات اومدن همینجا گفتن که خلای بچه تو در جنگل نبوده تو در فن کرده گو و گفت در افغانستان قطعی دوماده. محمد شریفوف یگانه عضو این خانه نیست که در افغانستان است. یک خواهر محمد شریفوف سالها باز همراه شوهرش در افغانستان است. این خواهر محمد کلین مولا امرالدین بنیادگذار حرکت انصارالله می باشد. دهه شهربگیان زادگاه محمد شریفوف دهه آسیب پذیر گفته می شود. بیش از 10 ساکن دهه در عملیات ضد ملا عبدالله در سال 2011 کشته شده. چندین تن دیگر با جرم همدستی در این آشوب زندانی شدند. چندین ساکن دهه به افغانستان رفتند که شمار دقیق آنها را مقامات نگفتند.
مسئولان یگانه شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر میگویند هرچند به حکم دادگاه حکمی لیتوا راضی نیستند اما امر دادگاه تاجیکستان را اعتراف میکنند. این در حالی است که دادگاه حکمی لیتوا تاجیک ایر را عهدهدار کرد به کارشریکش شرکت سکای رود 20 میلیون دلار قرض و جریمه پرداخت کند. دادگاه اقتصادی تاجیکستان هم حکم این دادگاه حکمی را درست شمارید. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی و علیشیر ظریفی. شرکت تاجیک ایر از قرار دادگاه شهر ویلنیوس که این شرکت را با پرداخت بیش از 20 میلیون دلار موظف کرده است راضی نیست، اما میگوید قرار دادگاه‌های تاجیکستان را اعتراف میکند. این در حالی است که دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان نیز از قرار دادگاه ویلنیوس پشتیبانی کرده تاجیک ایر را با پرداخت همان بیشتر از 20 میلیون دلار وظیفه‌دار کرده است. 20 میلیون گفتن 20 میلیون از قریب از 70% زورش فقط جریمه است. جریمه از سبب نپرداختن و حق لیزینگ استفاده هواپیما اجاره هواپیما است. در 9 میلیون سامرتون 9 میلیون است. هر یک سامان 9 میلیون نیکی تاجیکستان میگن که در وقتش از 15 میلیون زیاد پرداخت کرده است مایش. اگر خیلی حساب بگیریم که کلا 2 میلیون 2 میلیون 824 قبول کرده بودن ممکن بود که وقت اگر حرکت میشد از طرف شخصان متصدی حرکت میشد ممکن به این درجه 20 میلیون نمیرسید. این در حالی است که شرکت سکای رود لیزینگ برای رویانیدن مبلغ تاجیک ایر را به یکی از دادگاه‌های اوکروگ کلمبیای آمریکا نیز داده است که آن به نفع تاجیک ایر انجام یافته است. پس از این سکای رود لیزینگ از بالای قرار دادگاه کلمبیا شکایت کاساسیونی برده است. давронҷон ғафуров ҳуқуқшиноси тоҷик эйр гуфт ҷониби скай роуд лизинг фикр карданд ки мо дар амрико ягон дороӣ дорем ва аз ҳисоби он маблағро мегиранд, лекин мо дар он ҷо чизе надорем. аммо ӯ мегӯяд имкон дорад қарори додгоҳи олии иқтисодии тоҷикистон дар мавриди ба ширкати скай роуд лизинг пардохт кардани 20 миллион доллар аз сӯи тоҷик эйр татбиқ шавад. дар оянда акун ҳамин ози дар ҳамин марҳилаи кассатсионӣ мо мехоҳем ки қатиби литваga ки илоҷ бошад агар ҳамин як музокирот барему баҳсо ки илоҷ бошад мисол агар ками мисолҳоям чӣ бигузаранд чӣ мегӯям гузашт кунанд агар хай ба созии ягон созиши шавай омадан мумкин аст. ҳоло ширкати тоҷик эйр ягон дороие барои пардохти маблағи талабкардаи ширкати скай роуд лизинг надорад ва бештар аз 2 сол аст ки парвозҳояш қатъ шудааст. ҳоло мақомоти тоҷикистон сарнавишти минбаъдаи ин ширкатро ба баррасӣ гирифтаанд. шӯрои нозирон ҳаст, дар он ҷо тамоми вазорати идораи масъул аъзо ҳастанд ва масъалаи фаъолияти тоҷик эйр дар баррасии шӯрои нозирон аст ва дар ҷаласаи навбатӣ ки бояд гузарад дар он ҷо фаъолияти тоҷик эйр баррасӣ карда мешавад. намояндаи ширкати литвонии скай роуд лизинг мегӯяд дар сурати пардохт нашудани қарз аз ҷониби тоҷик эйр давлати тоҷикистонро ба ҷавобгарӣ мекашанд. ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр ягона ширкати давлатии ҳавопаймоии тоҷикистон солҳои тӯлонӣ аст ки мушкилоти молӣ дорад. бо вуҷуди қабули барномаҳои давлатӣ барои ба по хезондани он аҳволи ширкат беҳ нашуд ва парвозҳои ҳавопаймоҳои он аввали соли 2019 қатъ шудааст. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اول ماه اوگوست به ترکمنستان سفر خواهد کرد. سراج‌الدین محی‌الدین وزیر کارهای خارجی روز 27 ایول گفت سفر رئیس جمهور به اشخاباد روز 4 اوگوست آغاز شده 2 روز دوام می‌کند. جزئیات سفر امامعلی رحمان به ترکمنستان هنوز معلوم نیست. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در این رابطه شرحی بیشتر نداد. بینندگان عزیز، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید. خداحافظ.